سلام علیکم. یا رسول الله خیر سلامت شکر زنده باشید سلامت. میگو جان ما میریم به میله. کجا میری؟ ها؟ کجا میری؟ خود جای انتخاب میکنه برو تو میره خودمون یا نه؟ تو برو تو. رمضان. ما سارا خیلی کار داریم. ها؟ خیلی کار داریم به سارا فکر نکنم بریم. حالا که 12 ماما. سرقی حال نمیگه صبح تو وقت میریم. و کجا میری؟ یا همین کلاق میگن چی میگم یا اونجی میری یا قل شوربه. دانه کمر کلاق ماما جو. چی؟ دانه کمر کلاق. دانه کمر کلاق. ها. فرسی شما خیلی خوبه مخصوصا زبان مادری شما. اونجا که بریم خودش ما گله هم میزنیم تو شون گله میزنیم. من نمیفهمم و سارا که من کار دارم. خب بعدا تو به رمضان برو خوب بگو. باشه گفتن نمیکنم بریم بکنم میره. گفتن اگر برای شما خبر میدم. خود زنگ بزن سه گوشی من پول نداره. شما برو را که دو گوشی هاشو پول دیش. برم ماما بغل شربت میریم بغل گولی میریم هر جا میریم برم ماما جو بریم. فهمه که شما گفتون دیگه ما کل میریم شما اختیار خوده. با سال یک دفعه اقلا آدم به درش شه بره. چکر زده. آقا رمضان سلام علیکم کیا هستی بخیر خسور شما تکار کرده لالا چی؟ خسور شما چی میگی؟ بایقلی شربت موتر چه فکر راستی میگی؟ برای مامال زنگ زدن یکی بچه همونجا بیده زنگ زده کی بود که با تو زنگ زد؟ نمیفهم از این بچه یکی زنگ زد برای من چی گفته؟ گفته از سپاه اینا باش که سونو رال میاره بشه با خونه میاره بیلا اینه تو باش که من زنگ زنم ایشته بوده که موتر گو چپه شده خدا میدونه که اونا سالم باشم اونا کسی خسور من خواهمشه تو صبر که با کجی زنگ زنم ایشته نه چی رقمه ای هم خاموشی ایشته بودی چی گپ بوده بابا حال پرسان میکردی که ایشته بودی چی رقم بوده من بودم زنگ زدم خاموش شده هی من چی میفهم با کجا برم اونا با کجا هستم از ایشته شماره بود که زنگ شماره خسور شما زنگ زد برای من گوشی خود اینا زنگ زدم ایشته بوده چی رقم بوده بگیرم این دهنه رو کوالی من با کجا برم من چی میفهم که با کجا برم بگیرم این با یلا کوالی کنجتا بگیر ای بابا ما با کجا برم چی رقم بوده من چی میفهم که اینا با کجا بیه بله بیا تو بده بله همون نفره که به تو زنگ زد شماره خسورمه همون آدم گفت اگونار به شفاخونه کروخ میبرم به شفاخونه کروخ میبرم یا به شهر میارم من نمیفهم دیگه برای من زنگ زد فقط گفت میبرم به شفاخونه میبرم تو پا مرگ مفاجر میفهمی یکی که با تو زنگ میزنه می تو واقعی میگه تا اصل گپ از او پرسان کو که با کجا میبرین چه کار هست چی رقم هسته حالا من چی خاکی سیاه به سر کنم با خونه خوشی خوب برم اون راز خبر نداشته باشم من به کجا برم یک شفاخونه به تا شهر نمیفهم بابا کنجی تا با قلبی خوب برو بابا سبستا
چطوری جون؟ بیای بیای آخه گیلا ها چه کار برای شما برای موتر چپا شد موتر اشته چپا شد بغل شربت بدیم بابا خب گفتم بابا موتر نکنی شما بالا گفتم نیاد میکو بالا میکنه موتر والله خورد بمیله رفته نیرولا مامان نورازی چرا این کنیم شما نصیب بینای ببینه. گیلا نگاه جا سنگ دیگه کی نرم شد بغیر از شما ای دست خواهی بگذار سر شونی تو کجای شونی تو ها نمیشونه منه آخه گیلا ای مادر تو اینا هیچ کدوم نبود خود شما نه ما مجرتی بدیم با بغل شربت بدیم که جیره به چی حالا آخای مادر جون بابا linda درد میکنه بابا راه نگه آخای کی نه بچه من به چی روزگار رسید آخه مانکو بچه شمانم نکنه چرا این داریم شما بابا بوتر بابا بالا که هوا و کو بوتر بالا خورده کدی کله دستا دستا بیار تو چرا دستا پیار مردی تا قط اون تا قط شد اگر بابا سرم بسته کردم بو دختم یعنی دیگه قوت نمیده دستا بیارک تو نه قوت میده تا 9 سال بعد 9 سال بیای نانه که بریم بیا نه چی به ما کردی؟ تو حالی بیا بریم به سرانه نگم شکر خود نخوردی دادا بابا شما بگفتم که یکم میریم من خودی خوب بخوری همین بابا من خار یاد ندارم ای کنم چی میگی گیلک دیونه شدی کنه نصیفی نخوردم خود شما چرا مطالبه کن بالا کنه موسی بابا این پیاده میگه باشه بلاشیم بریم اینجا بریم راسته یا راسته نجیانی هم آمد آه که بانی همین تسک و زندگی خود داره خدا کنی تیزرانو نانه کشیر که به خود پای امانه کاسته بیایی شما حالات شما چطور کن چی گیلک بانی دیگه بشیست حرکت کن بیا که بری گیلک آقا یخ نخوره نه نمیخورم اویا یکم ساعتی ول نشتی که میگذکی بیا نانه که به تو شیر گرم میکنه خاطر پلو کلم پلو تو ملایم سه بیا بابا کارم کنه تا وقت نرم واسطه که چیزه مونده شده شما برای من میام بیا دیگه بیا حالا ما میریم